ریشه‌های آلمان هیتلری به قلم لئونارد پیکاف و به ترجمه لرنکست. ترجمه و صوتی سازی کتابی که مطالعه خواهید کرد، هفته‌ها از من وقت گرفته است. لطفاً با حمایت صفحات مجازی من و کمک مالی به ادامه کار من کمک کنید. لینک درگاه ریالی و آدرس کیف پول تون در دیسکریپشن قرار گرفته شده است. پیشگفتار. همانطور که آین راند در مقدمه خود اشاره می‌کند، این کتاب نشان می‌دهد که چگونه فلسفه آلمان به هیتلر و هولوکاست منتهی شد. کتاب ریشه‌های آلمان هیتلری حدوداً 2/3 از کتاب من با عنوان شباهت‌های شوم است که اولین بار در سال 1982 منتشر شد. قصد من در آن کتاب دادن یک هشدار بود اگر آمریکایی‌ها به پذیرش همان ایده‌های فلسفی که به رایخ سوم منتهی شد و عمل به آنها ادامه دهند، آنگاه آمریکا نیز ناگزیر مسیری مشابه را دنبال خواهد کرد و از همان نتیجه رنج خواهد برد. بر همین اساس، آن کتاب فرهنگ و تاریخ آمریکا را با همان جزئیاتی که به آلمان پرداخته بود، مورد مطالعه قرار می‌داد. با این حال، با توجه به وضعیت فرهنگیمان، انتظار نداشتم که چنین هشداری مورد توجه قرار گیرد یا حتی شنیده شود و چنین نیز نشد. در 30 سالی که از آن زمان گذشته، هیچ بهبودی حاصل نشده و هیچ تغییری در ایده‌های بنیادینی که بر ایالات متحده و کل غرب حاکم است، رخ نداده است. امپراتوری شوروی فرو پاشیده، اما ایده‌های خردستیزی، از خودگذشتگی و جمع‌گرایی همچنان غالبند و به استبدادهای خونریز دامن میزنند. اکنون عمدتاً در خاورمیانه در حال ظهور، اما در جاهای دیگر نیز. برخلاف شباهت‌های شوم، این بخش قابل توجه از آن نه در وهله اول به عنوان یک هشدار، بلکه بیشتر به عنوان یک توضیح ارائه می شود. تا به امروز، نازیسم همچنان به عنوان بزرگترین شر در تاریخ بشر در اذهان عمومی زنده است و همچنان موضوع یا پس زمینه رمان‌ها، فیلم‌ها و تحلیل‌های غیر داستانی بیشماری است. اما هنرمندان و محققان هنوز هیچ توضیح واقعی ندارند. آنها در شناسایی ریشه‌های بنیادین نازیسم نسبت به سال 1982 هیچ پیشرفتی نکردند. به همین دلیل با پیشنهاد دکتر مایکل برلینر موافقت کردم که این نسخه کوتاه شده از کتابم را منتشر کنم. این دکتر برلینر بود که برای اولین بار به چنین امکانی اندیشید، این پروژه را آغاز کرد و بر پیشرفت مراحل مختلف آن نظارت داشت. او کتابی می‌خواست که فقط بر جنبه‌های نازی تمرکز کند، بر خاستگاه‌های فکری آنها در فلسفه آلمان و سپس بر تجلیات آنها در فرهنگ وایمار و در نتیجه در دنیای هیتلر. رویکرد من برای کشف علت نازیسم به باور من منحصر به فرد و شایسته توجه ویژه است. امیدوارم که این بار بتواند به مخاطبان خود برسد. اگر قرار است در دنیای امروز زنده بمانیم، برخی و هرچه بیشتر از مردم باید به این درک برسند که این نظریه انتزاعی است که پیامدهای وجودی، چه شخصی و چه اجتماعی را به بار می آورد. 11 فصل از 16 فصل کتاب شباهت‌های شوم در این کتاب گنجانده شده است. با حذف 5 فصل دیگر، بخش بزرگی را حذف کردم. مطالبی که به تحلیل سقوط کشورمان به فرهنگی که از نظر فکری آلمانی زده شده می پرداخت و از این طریق نشان میداد که چگونه و چرا ذهنیت روشنگری جای خود را به دین، پراگماتیسم و پوچگرایی داد که همگی در کوچک شدن آمریکایی گرایی در نگرش عمومی ما و در مقیاس و قدرت روزافزون دولت ما بیان می شد. راه حل، چنان که استدلال کردم، جایگزین کردن فلسفه کانت و هگل با دیدگاه خردگرا و فردگرای آینه‌رند است. من تغییرات بسیار جزئی در متن اصلی ایجاد کردم و چند خط اینجا و آنجا را که به فصول حذف شده اشاره داشتند حذف کردم. لئونارد پیکاف، آلیسو ویهو، کالیفرنیا، فوریه 2013. اگر پس از خواندن این کتاب به بحثی گسترده‌تر و عمیق‌تر درباره رابطه بین فلسفه و فرهنگ، سیاست علاقه‌مند شدید، شما را به آخرین کتابم ارجاع می‌دهم. فرضیه دیم. چرا چراغ‌های غرب در حال خاموش شدن هستند. 2012.
اما این کتاب فنی است و به مقداری پیش زمینه نیاز دارد. بنابراین ابتدا کتابی را که در دست دارید بخوانید. مقدمه‌ای بر کتاب شباهت‌های شوم، نوشته آین راند، 1980. مایه خرسندی فراوان من است که اولین کتاب یک فیلسوف ابجکتیویست یعنی عینیت‌گرا غیر از خودم را معرفی کنم. شاید بهترین توصیه‌ای که میتوانم درباره این کتاب و نویسنده‌اش دکتر لئونارد پیکاف بکنم این است که بگویم این کتاب و نویسنده‌اش به جریان اصلی فرهنگی امروز تعلق ندارند. آنها بخشی از جریان فردا خواهند بود. نیازی نیست که من ثابت کنم چیزی در دنیای امروز غلط است. همه، از هر عقیده، رنگ یا گرایش فکری، پیر و جوان، ثروتمند و فقیر، محافظه‌کار و لیبرال، خارجی و داخلی، حس می کنند که چیزی هیولاوار در حال نابودی جهان است. اما هیچ کس نمی داند آن چیز چیست و مردم مدام یکدیگر را مقصر می دانند که تا حدی هم حق دارند. به عنوان نشانه‌ای از اضطراب فرهنگی امروز، به علاقه غیرعادی به آلمان نازی و سیل کتاب‌هایی که درباره آن منتشر می‌شود توجه کنید. هر نوع نظریه‌ای از نیمه محتمل گرفته تا کاملا ناممکن در تلاش‌های بی‌ثمر برای یافتن علت و توضیح ظهور نازیسم ارائه شده است. شکست این توضیحات این جستجو را شدیدتر می‌کند. به نظر می‌رسد انسان‌ها حس می‌کنند که فروپاشی کشوری که زمانی متمدن بود به چنین شرارت هیولاواری باید درک شود تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که تکرار نخواهد شد. دکتر پیکاف میگوید: ما جرأت نداریم وحشتی مانند نازیسم را بدون توضیح نادیده بگیریم. اگر ما علل آن را ندانیم، چگونه میتوانیم مطمئن باشیم که کشور خودمان در همان مسیر گام بر نمی‌دارد؟ دکتر پیکاف به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. او علت نازیسم را شناسایی می‌کند. او نشان می‌دهد علمی وجود دارد که در دنیای مدرن تقریباً به کلی از میان رفته است. او می‌نویسد: با این حال، این علم سرنوشت ملت‌ها و مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. این همان علمی است که باید نابود می‌شد تا فجایع زمان ما امکان پذیر شوند. آن علم فلسفه است. جنبه غیر مدرن و غیر قدیمی کتاب لئونارد پیکاف وسعت دید او و مقیاس خیره کننده انسجام فلسفی اوست. او نه در نزدیک بینی ملموس زده و آکادمیک آن فیلسوف نماهایی شریک است که معانی مختلف کلمه اما را مطالعه می کنند، تجربه گرایان معاصر، و نه در تلو خوردنهای مهالود و انتزاعات سرگردان پیشینیانشان، خردگرایان. او تاریخ فلسفه آلمان را در خطوط اصلی و گویای آن ارائه می دهد. سپس نتایج عملی آن را به نمایش می گذارد. روشی که در آن ایده‌های فلسفی مسیر تاریخ جمهوری وایمار را هدایت کرده و رویدادهای خاص آن را شکل می دهند. آنگونه که در سیاست، اقتصاد، هنر، ادبیات، آموزش و غیره بازتاب یافته است. این مورد آخر دستاورد اصلی کتاب دکتر پیکاف است. در حالی که دپارتمان‌های فلسفه امروزی با صدای بلند اعلام می‌کنند که فلسفه هیچ ربطی به زندگی عملی یا واقعیت ندارد و اضافه می‌کنند که واقعیت وجود ندارد، دکتر پیکاف به قربانیان مسخ شده آنها نشان می‌دهد که فلسفه چیست، چه می‌کند و چگونه تأثیر آن را در همه جای اطرافمان تشخیص دهیم. او در حرکتی ماهرانه و بیوقفه میان مفاهیم انتزاعی و امور عینی در رفت و آمد است و در حالی که دسته اول را محکم به واقعیت پیوند می‌زند، از این طریق بر دسته دوم نور می‌تاباند. او نشان می‌دهد ملتی که با اصول وظیفه شناسی و از خودگذشتگی به عنوان فضائل اصلی تربیت شده باشد، هنگامی که با دار و دسته‌ای از اراذل و اوباش که خواهان اطاعت و فداکاری هستند روبرو شود، درمانده خواهد بود.
این یک طنز تلخ و غم‌انگیز در دوران ماست که دوتا از بدترین و خونریزترین قبایل تاریخ، نازی‌های آلمان و کمونیست‌های روسیه شوروی که هر دو با شهوت وحشیانه قدرت و طمع خام و مادی‌گرایانه برای چیزهای بادآورده برانگیخته شده‌اند، به قدرت فلسفه که آن را ایدئولوژی می‌نامند احترام می‌گذارند و میلیاردها از ثروت غارت شده خود را صرف تبلیغات و تلقین می‌کنند، زیرا دریافتند که ذهن انسان خطرناکترین دشمن آنهاست و این ذهن انسان است که باید نابود کنند. در حالی که ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی که ادعا می‌کنند به برتری روح انسان بر ماده باور دارند، فلسفه را نادیده می‌گیرند، ایده‌ها را خار می‌شمرند، بهترین ذهن‌های جوان را در گرسنگی فکری نگه می‌دارند و چیزی جز کهنه‌ترین شعارهای یک نوع دوستی مادی‌گرایانه در قالب بذل و بخشش‌های جهانی عرضه نمی‌کنند و بعد متعجبند که چرا در حال باختن جهان به اراذل و اوباش هستند. به عنوان مثالی از اینکه چرا علت نازیسم باید درک شود اما نمی‌شود، مایلم به مصاحبه تلویزیونی اخیر با هلموت اشمیت، صدراعظم آلمان غربی اشاره کنم. وقتی از او خواسته شد فیلسوف مورد علاقه اش را نام ببرد، او با لحن دیگرگون، لحنی خشک، رسمی، کر و کور و پاشنکوب پاسخ داد: مارکوس آورلیوس. او آموخت که ما باید وظیفه خود را بالاتر از هر چیز انجام دهیم. اگر او نمونه‌ای معرف کشورش باشد که به باور من هست، آلمان هیچ درسی نگرفته است. آن هیولای وصف ناپذیری که جهان را نابود می کند، یک موجودیت نیست، بلکه یک خلا است، یک غیاب، یک پوچی که از فروپاشی فلسفه بر جای مانده است. در آن پوچی بینور، انسانهای بیفکر دیوانوار به این سو آن سو می روند، به یکدیگر برخورد می کنند و نومیدانه به دنبال راهی برای زیستن بر روی زمین می گردند. راهی که بدون ابزاری که دور انداخته‌اند نمی توانند بیابند. همانطور که دکتر پیکاف نشان می دهد، این امر به پدیده‌هایی مانند آلمان نازی یا روسیه شوروی می انجامد. اگر نمی‌خواهید قربانی ورشکستگی فلسفی امروز باشید، من کتاب شباهت‌های شوم را به عنوان یک حفاظ و مهمات توصیه می‌کنم. این کتاب شما را از حمایت ناآگاهانه از ایده‌هایی که شما و جهان را نابود می‌کنند محافظت خواهد کرد. به آشوب رویدادهای امروز نظم خواهد بخشید و همزمان عظمت این نبرد و حقارت ناچیز دشمن را به شما نشان خواهد داد. شباهت‌های شوم ایده‌ای حقیقتاً انقلابی در حوزه فلسفه تاریخ ارائه می‌دهد. کتابی است شفاف، منسجم، منظم، با ساختاری زیبا و استدلالی درخشان. سبک آن شفاف و سخت همچون کریستال است و به همان درخشندگی. اگر آثار مرا دوست دارید، این کتاب را نیز دوست خواهید داشت. و اما در مورد واکنش شخصی خودم، بهتر از همه می توانم آن را با نقل به مضمون جمله‌ای از کتاب اطلس شانه بالا انداخت بیان کنم. چه شگفت‌انگیز است که شاهد یک دستاورد بزرگ، نو و حیاتی باشی که از آن تو نیست. آین رند، نیویورک، نوامبر 1980. با حمایت مالی از من به ادامه راه لرنکست کمک بزرگی می کنید. این تازه اول راه لرنکسته. هنوز کلی کتاب هست که نه ترجمه شده و نه صوتی. لینک حمایت مالی در دیسکریپشن قرار داده شده. فصل اول. علت نازیسم. نظریه این است: بنابراین ضروری است که فرد سرانجام به این درک برسد که نفس خود او در قیاس با هستی ملتش هیچ اهمیتی ندارد، که جایگاه نفس فردی صرفاً مشروط به منافع ملت به منزله یک کل است و مهمتر از همه این که وحدت روح و اراده یک ملت بسی ارزشمندتر از آزادی روح و اراده یک فرد است. این حالت ذهنی که منافع نفس را تابع بقای اجتماع می کند، به راستی نخستین پیشفرض برای هر فرهنگ حقیقتاً انسانی است. ما منشأ بنیادینی را که چنین کنشی از آن برمیخیزد، برای متمایز ساختن آن از خودپرستی و خودخواهی،
ایدئالیسم یعنی آرمانگرایی می‌نامیم. مقصود ما از این واژه تنها ظرفیت فرد برای فداکاری در راه اجتماع و در راه همنوانش است. این اظهارات در قرن ما توسط رهبر یک ملت بزرگ غربی بیان شد. هموطنانش دیدگاه او را بیچون و چرا میپنداشتند. برنامه سیاسی او نیز این دیدگاه را صادقانه به اجرا گذاشت. این اظهارات را آدولف هیتلر بیان کرده بود. او در حال تبیین فلسفه اخلاق نازیسم بود. و این نهایت آن ایدئولوژی به توصیف ویلیام شایرر در کتاب ظهور و سقوط رایش سوم در عمل است. خود اتاقهای گاز در آشویتس و کوره‌های آدمسوزی مجاورشان از فاصله‌ای نه چندان دور اصلاً مکانهای شوم به نظر نمی رسیدند. غیر ممکن بود که ماهیت واقعیشان را تشخیص دهی. روی آنها چمنزارهای خوشمنظره با حاشیه‌های گلکاری شده قرار داشت. تابلوهای ورودی فقط نوشته بودند حمام. یهودیان بیخبر از همه جا گمان می‌کردند آنها را صرفاً برای شپش زدایی که در تمام اردوگاه‌ها مرسوم بود حمام می‌برند. و آن هم با همراهی موسیقی دلنشین. چون موسیقی آرامی در کار بود. به یاد یکی از بازماندگان، ارکستری از دختران جوان و زیبا که همگی بلوزهای سفید و دامنهای سرمه‌ای به تن داشتند، از میان زندانیان تشکیل شده بود. هنگامی که گزینش افراد برای اتاقهای گاز در حال انجام بود، این گروه موسیقی منحصر به فرد آهنگهای شادی از اپرت‌های بیوه خندان و قصه‌های هافمن می‌نواخت. خبری از بتهوون و آثار جدی و حزن‌آلودش نبود. مارش‌های مرگ در اوشویتس آهنگ‌هایی با تراوت و شاد بودند، مستقیماً برآمده از اپرت‌های وینی و پاریسی. با چنین موسیقی که یادآور روزگاران شادتر و سرخوشانه تر بود، مردان، زنان و کودکان را به حمامخانه‌ها هدایت می‌کردند و آنجا به آنها گفته می‌شد برای گرفتن دوش لباسهایشان را درآورند. گاهی حتی به آنها حوله هم می‌دادند. همین که وارد اتاق دوش می‌شدند و شاید این نخستین لحظه‌ای بود که مشکوک می‌شدند مشکلی در کار است، چرا که حدود 2000 نفر از آنها را همچون ساردین در اتاق چپانده بودند، طوری که حمام کردن دشوار می‌نمود، در عظیم کشویی بسته، قفل و کاملاً درزگیری می‌شد. آن بالا، جایی که چمن خوشمنظره و گلکاری‌ها تقریباً در پوش‌های قارچی شکل دریچه‌هایی را که از تالار مرگ بالا آمده بودند پنهان می‌کرد، مأموران آماده ایستاده بودند تا بلورهای ارغوانی آبی هیدروژن سیانید را درون آنها بریزند. زندانیان بازمانده که از بندهای مجاور نظاره‌گر بودند به یاد می‌آوردند که مدتی فرمان ریختن بلورها به پایین را گروهبانی به نام مول صادر می‌کرد. او می‌خندید و می‌گفت خب یه چیزی بدین بخورن و بلورها از طریق دریچه‌ها به داخل ریخته و سپس دریچه‌ها بسته می‌شد. جلادان می‌توانستند از پشت دریچه‌هایی با شیشه‌های ضخیم وقایع را تماشا کنند. زندانیان برهنه در پایین به دوش‌هایی نگاه می‌کردند که آبی از آنها نمی‌ریخت یا شاید به کف اتاق خیره شده و متعجب بودند که چرا هیچ راه آبی وجود ندارد. چند لحظه‌ای طول می‌کشید تا گاز تأثیر چندانی بگذارد. اما زندانیان به زودی متوجه می‌شدند که گاز از سوراخ‌های دریچه‌ها در حال انتشار است. آنگاه بود که معمولاً وحشت زده می‌شدند. از لوله‌ها فاصله می‌گرفتند و سرانجام به سمت در فلزی عظیم هجوم می‌بردند و آنجا به تعبیر رایتلینگر در هرمی کبود، سرد و نمور و آغشته به خون روی هم تلمبار می‌شدند و حتی در حال مرگ نیز یکدیگر را چنگ می‌زدند و می‌خراشیدند. نازی‌ها قبیله‌ای از وحشیان ماقبل تاریخ نبودند. جنایات آنها اعمال و سیاست‌های رسمی و قانونی آلمان مدرن بود. ملتی تحصیل کرده، صنعتی، متمدن از اروپای غربی. ملتی که در سراسر جهان به درخشش دستاوردهای فکری و فرهنگیش شهره بود. آلمان به دلیل صف طولانی هنرمندان و اندیشمندان نامدارش سرزمین شاعران و فیلسوفان خوانده شده است. اما تحصیلات این کشور هیچ سپری در برابر گروهبان مولهای درون صفوفش فراهم نکرد. دانشجویان دانشگاه‌های آلمان از نخستین گروه‌هایی بودند که از هیتلر حمایت کردند. روشنفکران از پرشورترین حامیان رژیم او بودند. استادان دانشگاه
با سوابق برجسته آکادمیک مشتاق بودند تا بر آرمان پیشوا دعای خیر بخوانند و دانش خود را تمام وقت به کار گرفتند. آنها کتابخانه‌ای از مجلدات ستایش‌آمیز آراسته به اشارات غامض و ارجاعات فاضلانه تولید کردند. نازی‌ها برخلاف میل کشور به قدرت نرسیدند. از این حیث هیچ شکافی میان روشنفکران و مردم وجود نداشت. حزب نازی با آرای آزادانه میلیون‌ها رای دهنده آلمانی شامل مردانی از هر سطح اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی به قدرت رسید. در انتخابات سراسری ژوئیه 1932 نازی‌ها 37% آرا و اکثریت نسبی کرسی‌ها در رایشتاگ را به دست آوردند. در 30 ژانویه 1933 در انطباق کامل با اصول قانونی و مشروطه کشور، هیتلر به صدراعظمی منصوب شد. 5 هفته بعد در آخرین انتخابات نیمه آزاد دوره پیشا تمامیت‌خواه، نازی‌ها 17 میلیون رأی یعنی 44% کل آرا را کسب کردند. رأی دهندگان از ایدئولوژی نازی آگاه بودند. ادبیات نازی شامل بیانیه‌هایی از برنامه‌های آینده نازی‌ها در سالهای پایانی جمهوری وایمار کشور را پر کرده بود. تنها کتاب نبرد من بین سالهای 1925 و 1932 بیش از 200,000 نسخه فروخت. ماهیت نظام سیاسی که هیتلر قصد داشت در آلمان برقرار کند روشن بود. در سال 1933 هنگامی که هیتلر نظامی را که وعده داده بود برقرار کرد، لزومی ندید که سفرهای خارجی را ممنوع کند. تا پیش از جنگ جهانی دوم، آلمانی‌هایی که مایل به فرار از کشور بودند، می توانستند این کار را بکنند. اکثریت قاطع چنین نکردند. آنها از ماندن رضایت داشتند. نظامی که هیتلر برقرار کرد، واقعیت اجتماعی که بسیاری از آلمانی‌ها چنین مشتاقانه پذیرفتند یا حاضر به تحملش بودند، سیاستی که با یک نظریه آغاز شد و در آشویتس به پایان رسید، حکومت تام یا توتال استیت بود. این اصطلاح که صفت تمامیت‌خواه یا توتالیتارین از آن مشتق شده است، ساخته موسولینی، مراد هیتلر بود. نازی‌ها اعلام کردند که دولت باید قدرتی مطلق بر هر فرد و هر حوزه از فعالیت انسانی داشته باشد. ارنست هوبر، سخنگوی رسمی حزب، در سال 1933 گفت: اختیار پیشوا توسط مهارها و نظارتها نهادهای مستقل خاص یا حقوق فردی محدود نمی شود، بلکه آزاد و مستقل، همه شمول و نامحدود است. هوبر خطاب به کشوری که گوش میداد و تایید می‌کرد گفت: مفهوم آزادی‌های شخصی فرد در تقابل با اقتدار دولت باید از میان برود. این مفهوم با اصل رایش ملیگرا سازگار نیست. هیچ آزادی شخصی برای فرد وجود ندارد که خارج از قلمرو دولت باشد و دولت ملزم به احترام آن باشد. بنابراین قانون اساسی رایش ملیگرا بر نظامی از حقوق ذاتی و سلب ناپذیر فرد استوار نیست. اگر اصطلاح حکومتگرایی استیتیزم به معنای تمرکز قدرت در دولت به قیمت آزادی فردی باشد، آنگاه نازیسم در عرصه سیاست شکلی از حکومتگرایی بود. در اصل این رویکرد شیوه جدیدی در حکمرانی نبود، بلکه تداوم مطلقه گرایی سیاسی، سلطنت‌های مطلقه، اولیگارشی‌ها، حکومت‌های دینی و استبدادهای گوناگون بود که مشخصه بخش عمده تاریخ بشر بوده است. اما حکومت تام از لحاظ درجه با پیشینیان خود تفاوت دارد. این حکومت نماینده حکومتگرایی به حد نهایی رانده شده در نظر و عمل است که آخرین بقایای فردیت را می‌بلد. اگرچه دیکتاتورهای پیشین و بسیاری از دیکتاتورهای امروز، مثلا در آمریکای لاتین، غالباً قدرت نامحدود دولت را موعظه می‌کردند، اما در کل قادر به اعمال چنین قدرتی نبودند. به عنوان یک قاعده، شهروندان چنین کشورهایی نوعی آزادی نسبی داشتند، نه یک آزادی مبتنی بر اصل، بلکه دست کم یک آزادی ناشی از قصور. حتی این دومی نیز در آلمان نازی عملاً وجود نداشت. کارآمدی دولت در سلطه بر اتباعش، خصلت فراگیر اجبار آن،
انتظام بخشی کامل توده‌ای در مقیاسی شامل میلیون‌ها انسان و میتوان افزود عظمت کشتار جمعی، برنامه‌ریزی شده و نظاممند در زمان صلح که توسط یک دولت علیه شهروندان خودش آغاز شد، اینها نشانه‌های تمامیت خواهی قرن 20 نازی و کمونیست هستند که در تاریخ مدون مانندی ندارند. در رژیم‌های تمامیت‌خواه همانطور که آلمانی‌ها تنها پس از چند ماه از حکومت هیتلر دریافتند، تمام جزئیات زندگی یا تجویز می‌شود یا تحریم، دیگر هیچ تمایزی میان امور خصوصی و امور عمومی وجود ندارد. فریدریخ سیبورگ، یک نویسنده نازی، گفت: دیگر نباید آلمانی خصوصی وجود داشته باشد. هر کس تنها از طریق خدمتش به دولت به اهمیت دست می‌یابد و در این خدمت به خودشکوفایی کامل می‌رسد. روبرت لای، یکی از اعضای سلسله مراتب نازی، پس از چندین سال حکومت نازی‌ها با فخر می‌گفت: تنها کسی که در آلمان هنوز یک فرد خصوصی محسوب می‌شود، کسی است که خوابیده باشد. به جای افراد خصوصی تحقیر شده، آلمانی‌ها روزانه یا ساعتی درباره نوع دیگری از موجودیت می‌شنیدند. یک موجودیت برتر که گفته می‌شود اراده اوست که مسیر و اعمال حکومت را تعیین می‌کند. ملت، کل، گروه. بارها و بارها آلمانی‌ها با ایده‌ای روبرو می‌شدند که زیربنای حمایت از حکومت قادر مطلق است. ایده‌ای که تمامیت خواهان از هر نوع به عنوان توجیه دولت‌های تام خود بر آن تأکید می‌کنند. جمع‌گرایی. جمع‌گرایی نظریه‌ای است که می‌گوید گروه یا جمع بر فرد تقدم دارد. جمع‌گرایی معتقد است که در امور انسانی، جامعه، اجتماع، ملت، پرولتاریا، نژاد و غیره واحد واقعیت و معیار ارزش است. طبق این دیدگاه، فرد تنها به عنوان بخشی از یک گروه واقعیت دارد و تنها تا آنجا که به گروه خدمت کند ارزش دارد. او به خودی خود هیچ حق سیاسی ندارد. او باید هر زمان که گروه یا نماینده‌اش یعنی حکومت صلاح بداند برای گروه قربانی شود. آلفردو روکو، یکی از سخنگویان برجسته فاشیسم، میگوید که فاشیسم بر این امر تأکید دارد: ضرورتی که آموزه‌های قدیمی‌تر چندان به آن وقعی نمی‌نهند، یعنی ضرورت فداکاری حتی تا حد فنای کامل افراد به نفع جامعه، از نظر لیبرالیسم یعنی فردگرایی، فرد غایت است و جامعه وسیله و قابل تصور نیست که فرد که با شأن یک غایت نهایی نگریسته می شود به سطح یک ابزار صرف تنزل یابد. از نظر فاشیسم جامعه غایت است و افراد وسیله و کل حیات آن عبارت است از به کار گرفتن افراد به عنوان ابزارهایی برای اهداف اجتماعیش. هیتلر در نطقی در سال 1933 گفت: منافع والاتری که در حیات کل نهفته است، باید در اینجا حدود را معین کرده و وظایف را برای منافع فرد مقرر سازد. نازی‌ها نیز همین را تکرار می‌کردند که انسان‌ها باید دریابند که حکومت مهمتر از فرد است و افراد باید مشتاق و آماده باشند تا خود را برای ملت و پیشوا قربانی کنند. به گفته نازی‌ها، مردم یک ارگانیسم حقیقی، یک وحدت زنده را تشکیل می‌دهند که سلول‌های آن اشخاص منفرد هستند. بنابراین در واقع علی‌رغم تمام ظواهر چیزی به نام فرد منزوی یا انسان خودآیین وجود ندارد. نازی‌ها می‌گفتند همانطور که فرد باید صرفاً پاره‌ای از گروه تلقی شود، دارایی‌های او نیز باید پاره‌ای از ثروت گروه در نظر گرفته شود. هوبر نوشت: مالکیت خصوصی آنگونه که در نظم اقتصادی لیبرالیستی تصور می‌شد، وارونه‌سازی مفهوم حقیقی مالکیت بود. این مالکیت خصوصی نماینده ی حق فرد برای مدیریت و سوداگری با اموال موروثی یا اکتسابیش به میل خود بود، بدون توجه به منافع عمومی. سوسیالیسم آلمانی باید بر این نگاه خصوصی، یعنی لگام گسیخته و بی‌مسئولیت به مالکیت غلبه می‌کرد. تمام اموال ملک عمومی است. مالک از سوی مردم و رایخ به مدیریت مسئولانه اموال خود مقید است. جایگاه قانونی او تنها زمانی توجیه پذیر است که این مسئولیت در قبال اجتماع را برآورده سازد.
نازی‌ها برخلاف مارکسیست‌ها از مالکیت عمومی ابزار تولید حمایت نمی‌کردند، اما خواهان آن بودند که دولت بر اقتصاد ملی نظارت و آن را اداره کند. آنها توضیح می‌دادند که مسئله مالکیت قانونی امری ثانوی است. آنچه اهمیت دارد مسئله کنترل است. بنابراین شهروندان خصوصی می توانند همچنان اسناد مالکیت را در اختیار داشته باشند، مادامی که دولت حق بی قید و شرط برای تنظیمگری نحوه استفاده از اموالشان را برای خود محفوظ بدارد. اگر مالکیت به معنای حق تعیین نحوه استفاده و واگذاری کالاهای مادی باشد، آنگاه نازیسم تمام اختیارات واقعی مالکیت را به دولت تفویض کرده بود. آنچه برای فرد باقی می‌ماند صرفاً یک سند رسمی و توخالی بود که هیچ حقی به دارنده‌اش اعطا نمی‌کرد. در کمونیسم مالکیت جمعی حقوقی یا دژوره وجود دارد. در نازیسم همان مالکیت جمعی به صورت عملی یا دفاکتو برقرار است. در طول سالهای حکومت هیتلر، برای تأمین مالی برنامه‌های حزب، از جمله هزینه‌های جنگ، هر گروه اجتماعی در آلمان بیرحمانه استثمار می‌شد و شیره اش کشیده می‌شد. حقوق کارمندان یقه سفید و درآمدهای کسب و کارهای کوچک، آمدانه توسط کنترل‌ها، تثبیت قیمت‌ها و مالیات‌های دولتی پایین نگه داشته می‌شد. کسب و کارهای بزرگ با مالیات‌ها و اعانه‌های ویژه از هر نوع خونشان مکیده و با بوروکراسی فلج می‌شدند. شایرر می‌نویسد: در میان آبشار خروشانی از هزاران فرمان و قانون ویژه، حتی خبره‌ترین تاجران نیز اغلب سردرگم می‌شدند و برای اینکه شرکتی بتواند به فعالیت ادامه دهد، باید وکلای متخصص استخدام می‌شد. رشوه‌خواری برای دسترسی به مقامات کلیدی در اواخر دهه 30 به ارقام نجومی رسید. همزمان درآمد کشاورزان پایین نگه داشته میشد و فرار مذبوحانه‌ای به شهرها در جریان بود، جایی که طبقه متوسط، به ویژه کسبه خرده‌پا، به زودی در تنگنای شدیدی قرار گرفتند و کارگران نیز وادار می‌شدند با دستمزدهای پایین ساعت‌های طولانی‌تری تا 60 ساعت یا بیشتر در هفته کار کنند. حمایت مالی از من بهترین راه و بزرگترین کاریه که میتونید برای ادامه راه لرنکست انجام بدید. لینک حمایت مالی در دیسکریپشن قرار داده شده. اما نازی‌ها از سیاست‌های خود دفاع می‌کردند و کشور شورش نکرد، استدلال نازی‌ها را پذیرفت. نازی‌ها می‌گفتند شاید افراد خودخواه ناراضی باشند، اما آنچه ما در آلمان برقرار کرده ایم نظام آرمانی یعنی سوسیالیسم است. این واژه در کاربرد نازیستیش به یک نظریه اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه باید در معنای بنیادین درک شود. سوسیالیسم برای نازی‌ها به معنای اصل جمع‌گرایی و نتیجه منطقی آن دولتگرایی است. در هر حوزه از کنش انسانی، شامل اقتصاد اما نه محدود به آن. گوبرز میگوید: سوسیالیست بودن یعنی تسلیم کردن من به تو. سوسیالیسم یعنی قربانی کردن فرد برای کل. با این تعریف نازی‌ها به آنچه موعظه می‌کردند عمل کردند. آنها این اصل را در داخل و سپس در خارج به کار بستند. هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که آنها افراد کافی را قربانی نکردند. پرسش این است: چرا؟ چه چیزی می‌تواند نظامی همچون نازیسم را توضیح دهد؟ چه چیزی اجازه داد که چنین اتفاقی بیفتد؟ شری با این عظمت نمی‌تواند محصول عوامل سطحی باشد. برای قابل فهم ساختن آن و محبوبیتش در آلمان، باید به عمیق‌ترین و پنهان‌ترین ریشه‌هایش نفوذ کرد. باید ماهیت و علل آن را بر حسب اصول بنیادین دریافت.
متاسفانه این رویکرد اکثر ناظران نبوده است. مفسران به عنوان یک قاعده کوشیدند نازیسم را با روش معکوس توضیح دهند، با تیترهای روزنامه‌ها یا بحران‌های عملی آن لحظه. برای مثال گفته شده است که آلمانی‌ها نازیسم را پذیرفتند چون در جنگ جهانی اول شکست خوردند. اتریش نیز آن جنگ را باخت، اما این امر باعث نشد به نازیسم روی آورد و تنها زمانی سقوط کرد که در 1938 توسط هیتلر اشغال شد. از سوی دیگر، ایتالیا یکی از قدرت‌های پیروز در کنفرانس ورسای 1919 در سال 1922 فاشیستی شد. گفته شده است که علت نازیسم رکود بزرگ بود. تمام ملت‌های صنعتی از ویرانی‌های رکود رنج بردند. تعداد کمی از آنها به نازیسم روی آوردند. گفته شده است که علت نازیسم ضعف احزاب غیر توتالیتر در جمهوری وایمار، جنگ گروه‌های فشار که آنها را تشویق می‌کردند و فلج دولتی ناشی از آن بود. این توضیح نمی‌دهد که چرا یا از کدام جنبه اساسی غیر توتالیترها ضعیف بودند و این واقعیت را نیز در نظر نمی‌گیرد که در بسیاری از کشورها درگیری‌های اجتماعی و سردرگمی دولت به نازیسم منجر نشده است. هیچ رابطه علی مستقیمی یا حتی همبستگی تقریبی میان بحران‌های عملی مشخص، چه به تنهایی و چه در ترکیب با هم، و توسعه نازیسم وجود ندارد. بحران‌های عملی یک کشور را با نیاز به اقدام مواجه می‌کند، اما تعیین نمی‌کنند که آن اقدام چه خواهد بود. در مواجهه با ویرانی نظامی، اختناق اقتصادی یا فروپاشی دولت، انسان‌ها ممکن است انتخاب کنند که علل فاجعه را بررسی کرده و مسیر عقلانی‌تری برای آینده کشف کنند. یعنی ممکن است انتخاب کنند که بیاندیشند. یا ممکن است انتخاب کنند که نفرت بورزند، دعا کنند، گدایی کنند یا بکشند. در چنین اموری خود بحران حرفی برای گفتن ندارد. تفسیرهای دیگری نیز از نازیسم علاوه بر نظریه بحران عملی وجود دارد. نویسندگان مذهبی اغلب ادعا می‌کنند که علت نازیسم سکولاریسم یا روحیه علمی دنیای مدرن است. این استدلال این واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرد که آلمانی‌ها در آن زمان به ویژه در پروس یکی از مذهبی‌ترین مردمان اروپای غربی بودند که جمهوری وایمار کانون فرقه‌های عرفانی بود که نازیسم یکی از آنها بود. و اینکه بزرگترین و مؤمنترین گروه مذهبی آلمان یعنی لوتری‌ها خود را در زمره سرسخت‌ترین پیروان هیتلر می‌دانستند. تفسیر مارکسیستی از نازیسم وجود دارد که طبق آن هیتلر نتیجه ناگزیر سرمایه‌داری است. این استدلال این واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرد که آلمان پس از بیسمارک کمترین میزان سرمایه‌داری را در اروپای غربی داشت که جمهوری وایمار از ابتدا یک اقتصاد کنترل شده بود و این کنترل‌ها پیوسته در حال افزایش بودند و اینکه واژه نازیسم مخفف ناسیونال سوسیالیسم است. کسانی که منطق نژادپرستی آریایی را معکوس به کار میبرند نیز هستند که میگویند علت نازیسم تباهی ذاتی آلمانی هاست. این استدلال این واقعیت را نادیده میگیرد که تباهی مفهومی اخلاقی است که دلالت بر این دارد که انسان از پیش مقدر نشده و دارای اختیار است. همچنین این واقعیت را نادیده میگیرد که رژیم‌های مشابه رژیم هیتلر، رژیم‌هایی که تنها در درجه وحشیگریشان متفاوت بودند، در قرن ما در سراسر جهان ظهور کردند. نه تنها در ایتالیا، ژاپن، آرژانتین و امثالهم، بلکه همچنین در قالب کمونیسم در روسیه، چین و اقمارشان. سپس تفسیر فرویدی وجود دارد که طبق آن علت نازیسم عقده ادیپ آلمانی هاست یا غریزه مرگ یا آموزش آداب توالت رفتنشان و غیره است. این استدلال این واقعیت را نادیده می‌گیرد که با سازه‌های دلبخواهانه‌ای که فروید با آنها شهره دارد، می‌توان هر چیزی را توضیح داد و در نتیجه هیچ چیز را توضیح نداد. ما جرأت نداریم وحشتی همچون نازیسم را بدون توضیح به کناری بنهیم. اگر می‌خواهیم سرنوشتی شبیه آلمان پیدا نکنیم، باید بفهمیم چه چیزی باعث شد چنین سرنوشتی ممکن شود. باید ریشه اصلی چیزی را پیدا کنیم که می‌تواند یک کشور، چه آلمان باشد، چه هر کشور دیگری، را به دیکتاتوری نازی تبدیل کند و بعد آن ریشه را از بین ببریم. باید دنبال چیزی عمیق‌تر از شرایط صرفاً عملی بگردیم. چیزی که تعیین می‌کند انسان‌ها چه چیز را عملی و ممکن می‌دانند. در کشوری پیشرفته و متمدن، گروه کوچکی از افراد توانستند برای طرح‌های جنایتکارانه‌شان
حمایت پرشور میلیون‌ها شهروند درستکار، تحصیل کرده و قانونمدار را به دست آورند. چه عاملی باعث شد چنین چیزی ممکن شود؟ گروه‌ها و نقشه‌های جنایتکارانه در طول تاریخ در هر کشوری وجود داشتند. آنها تنها در دوره‌های خاصی توانستند موفق شوند. صرف حضور چنین گروه‌هایی برای تبیین پیروزیشان کافی نیست. عاملی بسیاری از آلمانی‌ها را در برابر تسخیر شدن چنین آسیب پذیر کرده بود. عاملی جنایتکاران را مسلح و کشور را خلع سلاح کرد. در این زمینه توجه کنید که نازی‌ها به درستی قدرت پروپاگاندا را ابزاری ضروری می‌دانستند. نازی‌ها نمی‌توانستند حمایت توده‌های آلمان را جلب کنند مگر با موعظه نظاممند مجموعه‌ای پیچیده از نظریه‌ها، آموزه‌ها، آرا، تصورات و باورها، و هیچ یک از باورهای محوری آنها اصیل نبود. آنها آن باورها را گسترده و آماده در فرهنگ یافتند. آنها را قاپیدند و با بالاترین صدا پخش کردند و با شدتی تازه به خیابان‌های آلمان بازگرداندند. و مردمان در خیابان‌ها آن باورها را شنیدند و باز شناختند و با آنها همدلی کردند و پذیرفتند و به نمایندگانشان رأی دادند. آلمانی‌ها در قرن 19 یعنی زمانی که غرب همچنان تحت تأثیر میراث عصر خرد و روشنگری بود و آموزه‌های چون حقوق بشر و خودآیینی فرد حاکم بودند، هرگز چنان باورهایی را نه به رسمیت می‌شناختند و نه می‌پذیرفتند. اما با فرارسیدن قرن 20 دیگر نه آن آموزه‌ها و نه باورهایی که این آموزه‌ها بر آنها استوار بودند، چنان جایگاه برتری داشتند. آلمان از نظر ایدئولوژیک برای هیتلر آماده بود. بستر فکری مهیا شده بود. ایده‌های کشور دسته‌ای خاص از ایده‌ها آماده بودند. علمی وجود دارد که موضوع آن همان دسته از ایده هاست. امروزه در دانشکده‌های ما این علم به حضیض تاریخ خود سقوط کرده است. استادانش مدعی شده اند که این علم نه پرسشی برای طرح کردن دارد، نه منهجی برای پیمودن و نه پاسخی برای عرضه کردن. و حاصل آن که این رشته رو به زوال است. هویتش، معقولیتش، دانشجویانش و آخرین بقایای آوازه درگذشته نجیبش را از کف می دهد. دیگر هیچ کس، چه در میان روشنفکران و چه در میان عموم مردم، گمان نمیبرد که این علم بتواند ربطی به زندگی یا کنش انسانی داشته باشد. با این حال، این علم سرنوشت ملت‌ها و مسیر تاریخ را رقم می‌زند. این علم منبع چارچوب مرجع و نظام ارزش‌های یک ملت، ریشه منش و فرهنگ یک قوم و علت بنیادی است که انتخاب‌ها و تصمیمات انسان‌ها را در هر حوزه حیاتی از زندگیشان شکل می‌دهد. این علمی است که انسان‌ها را به پذیرش این جهان یا جستجوی جهانی دیگر که گفته می‌شود فراتر از آن است، هدایت می‌کند که آنها را به سوی خرد یا خرافه، به سوی طلب خوشبختی یا از خودگذشتگی، به سوی تولید یا قحطی، به سوی آزادی یا بردگی، به سوی زندگی یا مرگ هدایت می‌کند. این علمی است که تفاوت میان شرق و غرب، میان قرون وسطی و رنسانس، میان پدران بنیانگذار قاره نو و آدولف هیتلرهای قاره کهن را ایجاد کرد. این علمی است که باید نابود میشد تا فجایع دوران ما ممکن گردد. این علم فلسفه است. فلسفه مطالعه ماهیت هستی، معرفت و ارزش هاست. شاخه‌ای از فلسفه که به مطالعه هستی می‌پردازد، متافیزیک است. متافیزیک ماهیت جهان به منزله یک کل را مشخص می‌کند. به انسان‌ها می‌گوید در چه نوع جهانی زندگی می‌کنند و آیا بعدی فراتبیعی فراتر از آن وجود دارد یا نه. به انسان‌ها می‌گوید آیا در جهانی از موجودات واقعی، قوانین طبیعی و حقایق مطلق زندگی می‌کنند یا در جهانی از پاره‌های موهوم، معجزات پیش‌بینی ناپذیر و سیلان بی‌وقفه.
به انسانها میگوید آیا چیزهایی که با حواس و ذهن خود درک میکنند واقعیتی قابل فهم را تشکیل میدهند که میتوانند با آن سر و کار داشته باشند یا نوعی نمود غیر واقعی است که آنها را مبهوت و درمانده رها میکند. شاخه‌ای از فلسفه که به مطالعه معرفت می‌پردازد، شناخت‌شناسی است. شناخت‌شناسی ابزار مناسب کسب معرفت را مشخص می‌کند. به انسان‌ها می‌گوید کدام فرایندهای ذهنی را به عنوان روش‌های شناخت به کار گیرند و کدام را به عنوان نامعتبر یا فریبنده رد کنند. مهمتر از همه، شناخت‌شناسی به انسان‌ها می‌گوید آیا خرد قوه کسب معرفت آنهاست و اگر چنین است، چگونه کار می‌کند؟ یا آیا ابزاری برای معرفت غیر از خرد وجود دارد، مانند ایمان یا غریزه جامعه یا احساسات دیکتاتور؟ شاخه‌ای از فلسفه که به مطالعه ارزش‌ها می‌پردازد، اخلاق یا اصول اخلاقی است که بر هر دو شاخه فوق استوار است. بر دیدگاهی از جهانی که انسان در آن عمل می‌کند و از ماهیت انسان، از جمله ابزارهای معرفتش. اخلاق نظامنامه ارزشی برای هدایت کنش‌های انسانی تعریف می‌کند. به انسان‌ها هدف مناسب زندگی انسان و ابزار دستیابی به آن را می‌گوید. معیاری فراهم می‌کند که با آن انسان‌ها باید خیر و شر، درست و نادرست، مطلوب و نامطلوب را قضاوت کنند. اخلاق به یک انسان می‌گوید برای مثال در پی شکوفایی خیش باشد یا خود را به خاطر چیز دیگری مانند خدا یا همسایه‌اش قربانی کند. شاخه‌ای از فلسفه که اخلاق را در مسائل اجتماعی به کار می‌گیرد، سیاست است که به مطالعه ماهیت نظام‌های اجتماعی و کارکردهای مناسب حکومت می‌پردازد. سیاست نقطه آغاز نیست، بلکه محصول یک نظام فلسفی است. مسائل سیاسی به حکم ماهیتشان نمی‌توانند مطرح یا قضاوت شوند مگر بر پایه دیدگاهی از هستی، ارزش‌ها و ابزار مناسب معرفت برای انسان. از آنجا که انسان‌ها نمی‌توانند بدون نوعی راهنمایی بنیادین زندگی یا عمل کنند، مسائل فلسفه به شکلی از اشکال ضرورتاً بر هر انسانی در هر گروه و طبقه اجتماعی تأثیر می‌گذارد. با این حال، بیشتر انسان‌ها به چنین مسائلی به صورت صریح نمی‌اندیشند. آنها ایده‌های خود را به طور ضمنی، به شیوه التقاطی و همراه با تناقضات فراوان از جو فرهنگی اطرافشان جذب می‌کنند و بدون آنکه آن را شناسایی کنند، امواج گوناگون ایدئولوژیکی را که از مدرسه و کلیسا و هنر و رسانه و آداب و رسوم ساطع می‌شود، در روح خود بنا می‌کنند. جو فرهنگی یک امر بنیادین نیست. در نهایت توسط معدودی از انسان‌ها آفریده می‌شود. توسط کسانی که کار زندگیشان سر و کار داشتن با ایده‌های بنیادین، ابداع آنها و ترویجشان است. برای اکثریت عظیم انسان‌ها، نفوذ فلسفه غیر مستقیم و ناشناخته است، اما واقعی است. علت ریشه‌ای نازیسم در قدرتی نهفته است که اکثر مردم آن را نادیده می‌گیرند، تحقیر می‌کنند و دست کم می‌گیرند. علت رویدادهایی نیست که در تیترها و تجمعات خیابانی ستایش یا نفرین می‌شوند، بلکه نوشته‌های غامض و تخصصی استادانی است که ده‌ها یا قرن‌ها پیش بنیاد آن رویدادها را پیریزی کردند. نماد این علت نه کارخانه‌های مهمات‌سازی یا سالن‌های اتحادیه‌ها یا خزانه‌های بانک‌های آلمان، بلکه برج‌های عاج آن است. آنچه در این زمینه از برج‌های عاج بیرون آمد، چیزی جز کلاف‌هایی از اصطلاحات تخصصی مبهم و تقریباً رمزگشایی ناپذیر نیست، اما آن اصطلاحات مرگبارند. نویسنده‌ای در نیویورک تایمز خاطر نشان می‌کند: اردوگاه‌های مرگ نازی توسط دارندگان دکترا طراحی، ساخته و اغلب اداره می‌شد. آن دارندگان دکترا در مدارس و دانشگاه‌هایشان چه آموخته بودند بیاندیشند و چنین ایده‌هایی از کجا آمده بود؟ پایان فصل اول. اگر از کیفیت ترجمه و نسخه صوتی این کتاب لذت بردید، حتما از لرنکست حمایت کنید. هر لایک و کامنت و سابسکرایب برای من بی‌نهایت با ارزش است. لینک درگاه ریالی برای حمایت مالی هم در دیسکریپشن قرار داده شده.